خطاب به آمریکایی‌ها، به اروپایی‌ها، به اسرائیل. اینجا نه افغانستانه که حامد کرزایی براش انتخاب کنید، نه عراقه که چلبی براش انتخاب کنید، نه سوریه است که این جولانی تروریست براش انتخاب بکنید، یک شب آب پاکی بریزید روش و تطهیرش بکنید و به عنوان رهبر به مردمش بفروشید. اینجا ایرانه، اینجا ایرانه و مملکت شاه داره، شاه، رضا شاه دوم داره. برای همین نرگس محمدی، نسرین ستوده یا این توله هاشون توماج صالحی و بقیه که ریشه در 57 دارن، مثل همون جولانی هن، مثل همون خمینی هن، مثل همون مسعود رجوی هن و دیگران نمیخوایم. مملکت ما شاه داره. اینجا ایرانه، اینجا نه افغانستانه، نه عراق، نه سوریه است و نه دیگرای کشورهای دیگه. اینجا شاه داره. همین.